واقعا همو بحر زندگی تلاش کرد، ولی قهرمانی امروزه ما بحر نمردن تلاش خواهد کرد. سخت است نه؟ وقتی بدونی که فردای نیستی. این ترانه بخشیده می شود از نام سبینه به عشق و زندگیش. آمین. 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 یک روز سبینه از زندگی تلخی خود، از دردهای درونش، از بیماری وجود و قلب و نبودی مادرش، از زندگی سختش با گریه تلخ شروع کرد. سخت بود هر کلام و حرف و آرزوهای عملی نشدهش را شنیدن. من سال 2022 در شبکه اجتماعی اینستاگرام با جوانی با نام امین شناس شدم. همین گونه شروع کرد سبینه. آن سالا که من دانشجو بودم از این لحاظ با هم کم صحبت می کردیم، ولی آهسته آهسته صحبت های ما به عشق واقعی تبدیل شد. او را زیاد دوست داشتم و زیاد می خواستم که با او عائله دار شوم، زیرا خصلت و رفتار و حرف ها و احترام والای نسبت من داشت. اگرچه باری همو یک دیگر را ندیده بودیم، اما احساس می کردم که قلب نیک و پر از عشق داشت. خلاصه با اصرار مرا پدرم به دیگر کس به شوهر داد. اگرچه نمی خواستم، بارها خواستم خودکشی کنم اما نشد. با همین بعد یک ماه زندگی من از شوهرم جدا شدم و از درد و گریه و غم زیاد به بیماری ورمی مغزی سر گرفتار شدم. از یک طرف درد عشق، از طرف دیگر شکست زندگی و این بیماری تمام وجودم را می سوزاند. اما هنوزم امین کنارم بود و مرا ترک نمی کرد. من هیچگاه این خوبی هایش را فراموش نمی کنم که در هیچ شرایطی او مرا رها نکرد، در حالی که بیشتر از هر کسی با او نیاز داشتم. من دفتری داشتم که آنجا هر روزم را با گریه می نوشتم و آن ورقها را با اشک چشمم تر می کردم. آن دفتر رازهای من و امین سازی من بود. خلاصه پدرم اولین بار برای طبابت مرا به آلمان فرستاد. مادرم باشد همیشه و در همه حالت کنارم بود. یک روز مادرم دفترم را گرفته همه دردهای مرا می خواند. آخر مادر است. از فکر و غم من درون به درون می ساخت و با همین در مدت خیلی کوتاه به بیماری فشار بلندی گرفتار شد. او میخواست امین به نزد من بیاید. او میخواست آرزوی دخترش عملی بشود، ولی از بس که از روی این بیماری مویهایم رو گرفته بودم شرم داشتم و نخواستم. مادرم بعد یک هفته در روی دستانم از عالم درگذشت. او غم و درد مرا با خودش به زیر خاک برد. من نمیدانم در آن دل زیبایش چه غمی مرا بزرگ کرد که در این قدر مدت کوتاه مرا ترک کرده رفت. اوه که دردهای خودم یک طرف، درد نبود مادر مرا کشت. تو به خود آمدم که او را الکی گراندند. همه این روزها امین با من بود. اگرچه دور بود ولی احساس میکردم که در قلبم است. بعد مادرم امین برام همه کس شد. امیدی برای فردایی که نمیدونم هستم یا نه. امروزها طول 2 سال می شود که من امین رو میشناسم، ولی هیچگاه حرفی بدش رو نشنیدم، رفتاری بدش رو ندیدم. او هیچگاه مرا تنها نگذاشت.
از من دست نکشید. قربانش بشوم. او سزاوار خوشبختی بی اندازه است. و امروز این عشق و زندگی من، این قوت دلم، این همه کسم، امینی خوب من جشن میلاد دارد. افسوس که نمیتوانم کنارش باشم. امین عزیزم، میلاد روزت مبارکت باشد. من گاهی در عشق تو سوختم و گاهی در یاد مادرم. غم این که نتوانستم همسر تو باشم مرا به این روز آورد. هر روز دردم بیشتر می شود. هر روز سر تا پا وجودم از این بیماری می سوزد. نمیدانم چی کنم. نمیدانم چند روز دیگر می توانم در این دنیا باشم. 1 2 یا ماه، شاید یا سال. نمیدانم. ولی سپاس که همیشه کنارم بودی و تنهایم نگذاشتی. سپاس عزیزم. تو بهترین انسانی. باور کن تو میارزی به خوشبخت بودن و شدن ها. من همیشه دعا میکنم که صاحب همسری صالحه و خوب و بهترین شوی، خوشبخت بشوی. ولی یک آرزو و یک خواهش دارم در این لحظه های آخری عمرم عزیزم. زمانی که اویله دار شدی و صاحب دخترچه نازدانه گشتی، اسم مرا بگذارش. سبینه. سبینه‌ای که برای تو ساخت و خود را فدای تقدیر کرد. تو هیچگاه فراموشم نکنی. من خیلی دوستت می‌دارم و از هر پدری می‌خواهم فرزند را مجبوراً خانه دار نکند تا حال مرا نکشد. 2 سال است با تو زندگی خوب دارم، اگرچه هر روزم سخت بود. ولی سببش تو نبودی. من در دفتر رازهایم هر دردی کشیدم را با درد نوشتم و امروز این ترانه را هم با گریه قصه کردم. من 22 سال دارم ولی گمان میکنم پیر شدم. درد یک مرد 50 ساله را تجربه کردم. باقی خداوند کمکم کند. آخر دیگر چی گویم که حرفهایم خیلی زیادن. ولی عزیزم، روز میلاد روزت مبارکت باشد. ای دنیای من، امینی خوبی من. سپاس برای همش.